چشمانش آنقدر تیز است که میتواند طعمه را از 1.5 کیلومتری تشخیص دهد. شاهین هم اندازه کلاغ است، اما سرعت سلاح اوست. با بالهای جمع شده با سرعتی نزدیک به 380 کیلومتر بر ساعت شیرجه میزند. طعمه‌ای در میان آسمان. جوجه‌هایش مدام تقاضای غذا دارند، اما او مابین تغذیه جوجه‌های گرسنه و محافظت از آشیانه سرگردان است. به هر چیزی که عبور می‌کند به عنوان یک تهدید نگاه می‌کند. پلیکان‌های قهوه‌ای با اندازه 5 برابر وزن او اخطارهایش را نادیده می‌گیرند. اشتباهی خطرناک. او با ضربه‌ای به صورت تعادل پلیکان بیچاره را برهم می‌زند. یکی می‌افتد و او همچنان به دنبال بقیه می‌رود. ضربات ماهرانه منقارش یکی دیگر را نیز دور می‌کند. اما هنگامی که او به دنبال پلیکان هاست، تهدیدی واقعی راه لانه را در پیش می‌گیرد. یک مار نقب زن 1.5 متری. آنها کوهنوردانی ماهرند و در بالا و پایین این صخره‌های ماسه‌ای شکار می‌کنند. این مارها می توانند به راحتی جوجه های بیدفاع شاهین را ببلعند. اما چیزی از نظر مادر دور نمی ماند. تنها یک ضربه برای دور شدن مار کافی است. چیزی نمیتواند میان این مادر و جوجه هایش قرار بگیرد.